این قضیه به داستان سارینا، آترین و آنیسا برمیگرده. مادر اینا همونطور که گفتم خیلی به دعانویسی اعتقاد دارن و کلن همه کاراشون رو با دعا اوکی میشه. زن عموم اونقدر که این کارا رو کرده بود رو خانواده‌اش هم اثر گذاشته بود. آترین میگفت یه بار مامانم اومده بود دم در اتاقمون و هر چقدر صداش میکردم جواب نمیداد. نصف شب هم بود و موهاش خیلی میزون نبود و هر چقدر صداش کردیم جواب نداد و رفت تو اتاق و در رو محکم کوبید. و بعدش میگفت که وقتی از یه قسمتی از اتاقشون عکس میگیرم عکس کاملا سفید میشه و هیچی معلوم نمیشه. خیلی هم این اتفاق افتاده که وقتی میرم دستشویی نصف شب یکی در رو یه جوری که انگار میخواد بدونه کسی تو هست یا نه میزنه، که من خودم شخصا اینو به چشم دیدم که یکی در رو زد و برای مطمئن شدن قبل رفتن گوشی ما گذاشته بودم تا فیلم بگیره و دیدم هیچ کس جلو در نبود و هر جا میرن انگار تسخیر شده و حتی خونه قبلیش هم دخترها وقتی خونت تنها بودن اتفاقای عجیب میافتاد. آترین میگه یه بار تو خونه قبلی با یکی از دوستاش تنها بود و از چشمی دم در رو میبینه که یک صندلی دم دره و یک صندلی راه رو عجیب بود و وقتی دوستش میاد بیرون اصلا همچین چیزی نمیبینه. برای همین فیلم گرفته بود. در رو باز کرده بودن و وقتی باز کردن دیدن واقعا هیچ صندلی اونجا نیست. خواهر بزرگتر یعنی سارینا یه جوری که همه چیز رو میبینه یهو چیزی مثل چشم سوم ولی ضعیفتر. میگه یه بار سارینا تو اتاقش بود و آترین هم تو اتاقش خودش که یهو یه سایه میاد دم در، یعنی آترین وای میسته که به سارینا پیام بده. میگه میبینم جلو درمون یکی هم دقیقا همینو میدید و آترین ازش عکس میگیره که عکس کاملا سفید میفته و در نهایت میان پیش هم میخوابن. یه بار آترین با مامانش تو خونه بودن، میشنون از حال پذیرایی صدای راه رفتن و نشستن میاد. زن عمون هم که همه این بلا ها تقصیر خودش خیلی ترسونده و تا صبح نخوابیدن و جرأت نکردن برن بیرون چه خبره. سارینا و آترین میگن خیلی از لباسمون قیچی کرده و نمیدونم برای دعا نویسی باید یه تیکی از لباس ها یا مو یا خون یا ناخون و اینو ببری که من میگن شاید قضیه دعا نویسی وسطه. خب خدا حافظ. امیدوارم این داستانم خوشتون اومده بود.